درود به همه عزیزانی که با ما همراه هستم و این لایو رو دارن میبینم و یا بعدا این لایو ضبط شده رو خواهند دید. ما لایو که نیستیم. یه سلام و بذارید درود و برو. سلام و درود به همه دوستانی که این پست رو دارن میبینن، این وبینار امروز ما رو دارن میبینن. امیدوارم که هر کجا که هستین در پناه خداوند باشین. به باشگاه کتابخوانی من و گلشید خیلی خوش آمدین. من فیروزه هستم از تورنتو کانادا. سلام، منم گلشید هستم از انگلیس و خیلی خوش اومدیم به باشگاه کتابخونی ما. خیلی هم عالی. فصل اول کتاب ما در وبینار گذشته اومدیم در خصوص کتاب بیاندیشید ثروتمند شوید صحبت کردیم و یه معرفی کوتاه و یه بیوگرافی از ناپلئون هیل گفتیم که نویسنده معروف این کتاب و صحبت کردیم و الان در خصوص فصل اول و موضوعش که ذهن برتر هستش میخوایم با گلشید عزیز حالا اینو بررسی کردیم و تحلیل کردیم و پیرامونش تجربه خودمون رو میخوایم بگیم. ذهن برتر میگه اگه به خودتون باور داشته باشید از پس هر کاری برمیایید. قبول دارین؟ ذهن برتر حتما. یعنی چی؟ یعنی همکاری و اتحاد همدلانه و سازگاری برای رسیدن به یک هدف مشخص. اگه واقعا من ایمان داشته باشم، تو این کتاب میگه اگه تو ایمان داشته باشی که هر کاری و از پس هر کاری برمیای، قطعا برمیای. ترسا میره کنار و جاش اون امید و انگیزه میاد و برای رسیدن موفقیت واقعا تلاش میکنه. فقط اینی که مهمه که ذهنتون خودشو باور داشته باشه. توی هر مسیری که تو الان به موفقیت رسیدیم، این ذهنه خیلی کمکمون کرده و جایی که درجا زدیم ذهنه بوده که ما رو باعث شده درجا بزنیم. حالا درست. گلشید جون میخوای ادامه بدی؟ حتما. خب دوستان ببینید، ما این کتاب رو شروع کردیم چون این کتاب به شما به عنوان خوانندگان صادق و کوشا کمک میکنه که بتونید نقاط ضعفتون رو اولا بشناسید، به اون نقاط ضعف اقرار کنید، آگاهانه اقرار کنید و بهتون کمک میکنه یه برنامه مشخص و هدفمند برای خودتون بنویسین تا برسین به اون موفقیتی که در واقع مد نظرتون هست. این کتاب ببینید ما بهتون گفتیم در واقع ناپلئون هیل اومده در واقع از کارآفرینان برتر زمان خودش این کتاب رو تهیه کرده، یعنی یه شهادتنامه بسیار معتبر هست که توسط خوش‌ذوق‌ترین خوشفکرترین افراد زمان در واقع خودش نوشته شده که همچنان هم داره به عنوان یک کتاب در واقع درسی در دانشگاه ها تدریس میشه. پس این نشون میده که این کتاب چقدر مهمه و چرا ما این کتاب رو انتخاب کردیم که با شما شیر بکنیم. خب اجازه بدین من یه توضیح بدم در مورد فصل اول و بعد همزمان با اسلایدها پیش میریم. این کتاب همونطور که گفتم ناپلئون هیل اول این کتاب رو در قالب سخنرانی ارائه میکرد، یعنی میرفت توی سخنرانی های مختلف شرکت میکرد به مدت 7 سال و تونست 3,000 زن و مرد کارآفرین رو بهشون آموزش بده که بتونن در فروشندگی به اون مهارتی برسن که در نهایت بتونن هر کدومشون بیش از 1,000,000 دلار فقط سود عایدشون بشه از در واقع آموخته هایی که ناپلئون هیل به رایگان در اختیارشون قرار داد و این فوق العاده است. و وقتی که ما داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، خود کتاب اومد در مورد این موضوع شروع کرد فصل اول رو که همونطور که ما میدونیم جهان هستی ما از کوچکترین ذراتی به نام اتم تشکیل شده و این اتم ها ذره بنیادین وجود در واقع هستی و در واقع این کره خاکی هستن. 118 تا عنصر داریم. ما نمیخوایم وارد شیمی بشیم ولی خب خیلی قشنگه که این چیزها رو بدونیم چون به ما یادآوری میکنه اون آموخته هایی که از مدرسه داشتیم الان به چه دردمون میخوره و چقدر خوبه که بهش فکر کنیم. 118 تا عنصر در واقع تشکیل دهنده داره این دنیای هستی، ولی همشون توی ماهیت با هم مشترک هستن که الکترون و پروتون جزو اصلی این در واقع عناصر هستن که دارن دور اون هسته میچرخن و شاید ما اون چرخش رو، اون ارتعاش و فرکانس رو نبینیم و به نظر ما یک جسم ثابته و هیچ حرکتی نداره، ولی در درون اون الکترون ها پروتون ها در چرخش هستن و از خودشون ارتعاش ساطع میکنن. و حتی جالبه بدونید که وقتی شما الکترون و پروتون رو بیاید ساختارش رو تغییر بدید، اون عنصر به یه عنصر دیگه تبدیل میشه. مثلا اگر اتم هیدروژن و 2 تا پروتون و 2 تا الکترون بهش اضافه بکنیم میشه لیتیوم. اگه لیتیوم رو 1 الکترون و 1 پروتون ازش کم کنیم میشه هلیوم و این فوق العاده است. ولی همشون
در واقع توی الکترون و پروتون داشتن با هم مشترک هستن. ذهن ما هم یک میدان الکتریکیه. اونایی که در واقع نورولوژی خوندن یا در واقع آشنا هستن متوجه هستن که این نورون‌های مغزی کارشون همینه. این در واقع میدون الکترونیکی هستن که پیام‌ها رو ساطع میکنن، انرژی ها رو دریافت میکنن و به ما کمک میکنن که بتونیم ارتباطات رو و اون فکر و ذهنی که در واقع داریم رو شکل بدیم. و ماهیت این میدان با توجه به خلق و خوی هر فرد، با توجه به بک‌گراندش، با توجه به پیشینش، آموخته‌هاش از بچگیش تا زمانی که رشد کرده، باعث میشه که این فعل و انفعالات ذهنی در ذهنش شکل بگیرن. و این ویژگی ها همونطور که گفتم از وراثت میاد، از شرایط فیزیکی میاد، از اندیشه ها، اینکه چقدر مطالعه داشته، چقدر تجربه آموخته در طول مسیر زندگیش. همه اینها میشن اون در واقع چیزهایی که اون فعل و انفعالات ذهنی اون فرد رو شکل میدن. و درسته. این چیز جالبی هم که هست اینه که به صورت ارادی شما میتونید این فعل و انفعالات رو در خودتون تغییر بدین. چرا بعضیا میگن که نه، یک شخصیت رو دیگه نمیشه تغییرش داد؟ ما مخالف این موضوع هستیم. شما میتونید این فعل و انفعالات رو تغییر بدید و اون در واقع افرادی رو دور براتون بذارید. چون شما وقتی که توی این محیط هستین، دیدین یه سری آدما جذبش میشید، یه سری شما رو جذب میکنن و دوست دارین بیشتر با اون شخص صحبت بکنین، به خاطر این در واقع این همدلی و این در واقع فعل و انفعال ذهنیه که بین شما و اون شخص مشترک هست. و این در واقع اومد یه چیزی رو ناپل اون هیل بهش اشاره کرد در فصل اول این کتاب به نام قانون نخبگان، که این قانون نخبگان رو من تعریفش رو میگم بهتون چون تو اسلاید ها نیاوردم. قانون نخبگان میگه ذهن‌های برتری که با همکاری همدلانه و سازگار و هماهنگ برای رسیدن به هدفی خاص متحد میشن. فکر کنم توی اسلاید ها داشته باشم، بذارید من بیارم. خب اینه که آره این فکر کنم بله همینجا. ذهن برتر یعنی همکاری و اتحاد همدلانه و سازگار برای رسیدن به یک هدف مشخص. یعنی شما تا زمانی که اون اتحاد، اون سازگاری وجود نداشته باشه، نمیتونید به یک هدف مشخص برسید. فیروزه نظر تو چیه در این مورد؟ دقیقاً. ببین وقتی که میگه که خب همونجاست که میگه یه دست صدا نداره. وقتی که ما دو دست بشیم در واقع صدا داره، دو دست رو به هم بزنیم صدا داره. همین اتفاق توی ذهن ما اتفاق میفته و با کسایی که هم فرکانس ما هستن، تو هم مسیر ما هستن، توی یک جهت داریم میریم، این یک اتحاد تشکیل میدیم و باعث میشه که ذهن هامون خیلی قشنگتر بیان حرکت بکنن و سه تا عقل رو مثلا با هم ریختن میتونه خیلی ما کمک بکنه. توی هر مسیر دیدین که وقتی که یک نفر هم مسیر پیدا میکنید، با همدیگه حالا شیر میکنید تجربیاتتون رو، چقدر میتونه به شما کمک بکنه تو اون مسیری که هستین. هر چیزی فرق نمیکنه، حتی درس خوندنمون با هم کلاسیمون میشستیم با همدیگه تمرین رو حل میکردیم، من یه چیزی متوجه شدم، اون یکی یه چیز دیگه، میدونی، و همه و به هم کمک میکردیم و اون خیلی راحت‌تر برامون حل میشد. دقیقا در مورد ذهن برتر هم همینه، میگه یک پلی به ذهن، بین ذهن خودآگاه و ناخودآگاه، یه جایی که واقعا آگاه، یه جایی که ناآگاهه، و این دوتا در کنار هم دیگه به اون خودآگاهی میرسه و در واقع قوی تر میشه. و چیزی که توی این داستان که شیر کردی و ادامه هم شیر میکنیم، واقعا اینجا داره میگه که کسایی که توی این مسیر حالا پیدا میکنه و حال نویسنده برای در واقع داستان خودش، کسایی که هم فرکانس با خودش بودن، کسایی که هم ذهن خودش بودن رو پیدا میکنه و با اینها یه تیم تشکیل میده. دقیقا. ببینید من توی این کتاب توی این اسلاید آوردیم که داستان سه تا نخبه رو داریم به شما میگیم که در واقع ناپل اون هیل بهشون اشاره کرده. ادیسون که معرف حضورتون هست، مخترع برق، یک فیلسوف دانشمند مخترع. هنری فورد که در واقع میدونید که دیزاینر اتومبیل هایی هستش و برند فورد در واقع خیلی مشهور در دنیا. و فایر استون که در صنعت لاستیک در واقع تحول و شگفتی آفرید. این چیزی که ما میخوایم راجع به صحبت بکنیم خیلی جالبه. من یه پیشینه ازش بگم. آقای هنری فورد همونطور که میدونید قدرت اقتصادی و مالی زیادی داشت و انباشت کرد این در واقع این ثروت رو، انقدر که میگفتن که
توی یک هفته میتونه میلیون ها دلار رو جمع بکنه به سادگی، مثل یه بچه‌ای که کنار ساحل هست و خیلی راحت در واقع سطری که میخواد باهاش شن بازی کنه و قلعه بسازه رو سریع پر و خالی میکنه. انقدر این کار واسش راحت بود که میگفتن توی یک هفته میتونه میلیون ها دلار رو در واقع گردآوری بکنه. ایشون زمانی که تو سال 1927 داشت در مورد طراحی ماشین جدیدش حرف میزد، فیروز جالبه بدونی که قبل از اینکه اصلا خودرو رو تحویل بده 375,000 پیش فروش انجام شد. به نظرت چجوری این اصلا امکان داره که بعد تونست قبل از اینکه حتی اصلا از اون خودرو رونمایی بکنه 225 میلیون دلار رو در واقع درآمد داشته باشه برای خودش، از قبل در واقع ذخیره و انباشت بکنه و این فوق العاده است و این نشون میده که مردم چقدر هنری فورد رو باور داشتن به توانایی‌هاش، که همینجوری قبل از اینکه حتی دست به یک کار جدید بزنه این اعتماد وجود داشت که اون قرار در واقع یک شگفتی دیگه خلق بکنه. و ادیسون من خب اینجا یه نکته رو بگم، من آره یه نکته حتما. رو باز بکنم. فکر میکنید چرا این اتفاق برای ادیسون افتاد، برای هنری فورد افتاد؟ هیچ چیزی غیر از باور خودش نبود. اون باور خودش بود که ایمان داشت که میتونه و این درست. باور به اطرافیان انتقال داده شد که چون اون میتونه، چون خودش رو باور داشته. یه و دیدی اتفاق تو دیگه هم افرادی که افتاده بود. آره یه اتفاق دیگه هم که همین که میگی خیلی درسته، که اولا اون شخص به خودش باور داشت و خیلی هم مراقب بود که چه کسانی دور و برش هستن. آفرین جالب بدون مثلا من اینو اصلا نمیدونستم، و اینکه هنری فورد، ادیسون و فایرستون دوستان صمیمی بودن که حالا سالی یه بار، هر چند وقت یک بار برای تعطیلات مثلا دور هم جمع میشدن و با هم وقت میگذروندن و عقاید و باورهاشون رو، اختراعاتی که مثلا بهش فکر میکردن و در ذهنشون تصویر سازی میکردن رو با هم دیگه شیر میکردن و اون انرژی که توی اون دوره همی دوستانه از هم دیگه میگرفتن در واقع شارژشون میکرد، میدونی شارژشون میکرد و بهشون اون انرژی رو میداد، انرژی مثبت رو میداد و اون ایده های جدید. خود من گفتم اول صحبتام که ذهن شما یه میدان الکتریکی که جذب میکنه و وقتی شما دور و برتون آدمای پر انرژی باشن، پر از ایده باشن، دیدی خود به خود که داری باشون صحبت میکنی میگی من همین ایده رو دارم، این همینطوری تو آفرین. ذهن شما دفعه شکل میگیره. ولی مقایسه بکنید با اینکه بشینید با یه سری آدم در واقع که همش دارن شکایت میکنن، غمگین، افسرده و همیشه دنبال مقصر توی زندگیشون میگردن، ناخودآگاه شما هم سطح انرژیتون میاد پایین. برای همینه که ما همیشه میگیم که دور و برتون خیلی مهمه، چه آدمایی دارین باشون کار میکنید و این رو بیایید برای خودتون یه تیم بسازید، همون گروه نخبگان رو خودتون شکل بدید و سعی کنید با آدم‌های تاثیر بذارید، رفت آمد کنید که تاثیر مثبت دارن توی زندگیشون و در واقع همین دوستی مشترک بود که باعث شد اینها بتونن در عصر خودشون انقدر خوش بدرخشن و همین اختراعات ادامه پیدا بکنه. دقیقاً. خیلی عالیه، خیلی. دقیقاً. چقدر خوبه تو هر مسیری آدم همچی کسایی پیدا بکنه و بتونه اون خلاقیت، یعنی اینجاست که خلاقیت رو میشه، میدونی؟ دقیقاً. یعنی تو یک چیزی میگی، اون یک چیزی میگه و واقعا همه فهمن که بابا تو دیروز فکر میکردی آدمای خلاقی نباشیم، ولی واقعا توی مسیر فهمیدیم چقدر خلاقیم، چقدر درسته. میتونیم که ایده بدیم، ولی مهم اینه که کاملا خود درسته. باور داشته باشیم. دقیقاً. فیروزه بیا یه تمرین به بچه‌ها بدیم یا مخاطبان حتما. پیجمون. میخوای تو شروع کنی؟ آره حتما. ببین میگه که با هم یه تمرین خیلی ساده شاید در گذشته هم انجام دادیم ولی الان میخوایم با آگاهی انجام بدیم. یعنی چشممون رو میبندیم، کاری که من خیلی از اوقات اتفاق میفته در طول روز چندین بار انجامش بدم، که به قانون 17 ثانیه هم اعتقاد دارم. تو در طول روز 17 ثانیه 3 بار در روز کافیه. چشماتو ببند و خودت تجسم کن و تصور کن تو اون موقعیتی که دوست داری، هر آنچه را که دوست داری، هر آنچه را که دوست داری آرزوشو داشته باشی، دوست داری ماشین فلان ماشین سوار بشی، اصلا خودت اون لحظه پشت اون ماشین در نظر، اگر فلان خونه رو مد نظرت هست تو اون خونه رویایی خودت چشاتو ببند و خودت تجسم کن. اگر که یه پوزیشن خیلی خوب تو کارت میخوای همون، اگر که آرزویی هست که اصلا دوست داری تو فلان رشته درس بخونی، خودتو لحظه اون در آن واحد که هستی خودت تو اون لحظه ببین چه احساسی به دست میده.
الان میتونیم با هم دیگه چشامون رو ببندیم و یک چند ثانیه‌ای به اون چیزی که میخوایم فکر بکنیم و تو اون جایگاه ببین چه حسی داری، اعتماد، شادید، آرامش تو چه حدیه، بعد صحبت میکنیم در موردش. همونطور که چشماتون رو میبندید این جمله ها رو من براتون میخونم و با خودتون تکرار بکنید. چون من قبل از اینکه فیروزه داشت توضیح میداد من چشمامو بستم و اون انرژی رو دریافت کردم. حالا شما چشماتون رو ببندید و با خودتون تکرار بکنید که من توانایی خلق هر چیزی رو دارم که بهش باور دارم. اینو هی با خودتون تکرار کنید. من توانایی خلق هر چیزی رو دارم که بهش باور دارم. خب خیلی هم عالی. ببینید این وقتی که جملات مثبت رو با خودتون تکرار میکنید این باعث میشه که اون ذهن برترتون فعال بشه. ذهن برتر چیه؟ ذهن برتر اینه که مثلا من و فیروزه به عنوان دو تا آدمی که در واقع هم فرکانسیم، انرژی مثبت از هم گرفتیم، یه پروژه رو با هم شروع کردیم و الان داریم برای شما این ویدیو رو ضبط میکنیم. خب وقتی که من و فیروزه داریم راجع به کارمون با هم صحبت میکنیم و به هم ایده میدیم، یک ذهن سوم شکل میگیره، بهش میگن ذهن برتر. و این باعث میشه که اون خلاقیت، اون تداوم کار، اون تعهد و استمرار پشت این صحبت ها باشه و هی ما به همدیگه ایده بدیم، هی در واقع بیایم کارمون رو بازنگری کنیم، از همدیگه یاد بگیریم نکاتی رو که باید رعایت بکنیم در ضبط ویدیو، در کارمون، در بیزنسمون، در هر چیزی که در واقع داریم مشترک انجام میدیم و بهش متحد هستیم، اینا رو با همدیگه بگیم، پوستت کنیم. و چون هدفمون خیرخواهانه است، هدفمون اصلاح، هدفمون بهتر شدنه و اون همدلی چون وجود داره، این مسیر در واقع به موفقیت ختم میشه. ولی وقتی ذهن من منفی باشه، ذهن فیروزه مثبت باشه، هیچ سرانجامی جز نابودی نخواهد داشت. دقیقا دقیقا همینی که گفتی عزیزم. دقیقاً. خب فیروزه میخوای اینو ربطش بدی، این چیزایی که الان به بچه‌ها گفتیم در مورد کتاب رو، اینکه حالا این چه ربطی به بیزنس آنلاین ما داره، ما چیا مرتبط با این موضوع یاد گرفتیم؟ دقیقا من باز تجربه خودم میگم که تو این مسیر اون هدف گذاری ها خیلی برام چیز بود. حالا میرسیدم بهشون ولی چون هدف کوچیک کوچیک بود و میرسیدم ولی احساس خوشایندی نداشتم، ولی وقتی هدف بزرگ و خطرناکی رو برای خودم انتخاب کردم، به شدنش فکر کردم، خیلی به من کمک کرد و اصلا انگار که خداوند مسیرها رو برای من باز کرد. اصلا افرادی که جورچین بودن مثل یه پازل کنار هم قرار داد که قرار بود تو این مسیر به من کمک بکنن. ولی کسی که نقش مهم رو داشت اونجا نقش من بود. من باید تایید میکردم و من باید قبول میکردم این مسیر رو. و این باور به خودم که تو میتونی، این همه آدم تونستن، تو هم میتونی، بیا اینم راهش، اینم بیزینس آنلاین که تو به اون هدفت برسی. و به خودم گفتم این مسیر دقیقا مسیریه که من دنبالش سالها دنبالش بودم و این خیلی به من کمک کرد. و الانم و توی هر مسیر، تو همین مسیر که هستم، خیلی به قول معروف صحبت ها وقتی میشه میگم که مثلا من واقعا باور دارم به مسیری که انتخاب میکنم، تا هر راهی که هستم سعی میکنم که با آگاهی نسبت به اون مسیر خیلی بالا برم. چقدر مهمه که ما توی هر مسیری، خصوصا این مسیر بیزنس آنلاین، با آگاهی پیش بریم، با آگاهی بگیم بله میخوام ادامه بدم، با آگاهی بگیم نه نمیخوام ادامه بدم. که این دقیقاً برمیگرده به دوره آزمایشی ما، که شما وقتی که دوره اول اسم و ایمیلتون رو وارد وبسایت ما میکنید، وبینار اولیه ارسال میشه و بعد از اون اگر خیلی علاقه‌مند باشید میتونید در واقع دوره ترایال ما رو شرکت بکنید که 30 روزه است و تو اون دوره شما تصمیم میگیرید با ذهنی که برای خودتون ایجاد کردید و با آگاهی که کمپانی به شما میده، میتونید بررسی بکنید که این بیزینس مناسب شما هست یا نه. این دقیقاً چیزایی هستش که من یادم افتاد گفتم که دقیقاً ارتباط با بیزینس آنلاین ما بخواید واقعاً ببینید که این بیزینس مناسب شما هست یا نه، اونجا میتونید با آگاهی به این حالا بگین بله یا بگین که نه مناسب من نیست. و دقیقا وقتی که میگه افراد از هم میپرسن چطور انقدر آرام و مطمئن پیش میری، من تو جواب میگم که سعی میکنم که
تصویر مثبت از چیزی که میخوام برای خودم بسازم. این دقیقا این جمله‌ای که اینجا نوشته شده، اینجا منو یاد چیزایی میفته که مثلا وقتی که بچه‌ها به من میگن تو چرا اینقدر نسبت به این قضیه خیلی مثبتی فیروزه، خب من با خودم در تلاش بودم که این بهترین مسیری هستش که من دقیقا میتونه به من توی این مسیر کمک بکنه. این بهترین بیزنس آنلاین تنها راهی هستش که منو میتونه به اون خطرناکترین هدفم برسونه. و با قول ناپلئون هیل که میگه هر شکست دانه از بذر موفقیت آینده رو در خودت داری و ذهن برتر فقط در زمان پیروزی کار نمیکنه، بلکه در سختی ها رشد میکنه. پس بنابراین خودم گفتم که یه مسیر سخت انتخاب کردم، میدونم که هر شکستی بخورم به عنوان یه فرصت میتونم بهش نگاه بکنم و اون میتونه منو سوق بده و من میتونم با تجربه‌ای که کسب میکنم الهام بخش دیگران باشم. درسته. مرسی. خب دوستان، ممنونم که به بخشی از فصل اول کتاب نابل اون هیل توسط من و فیروزه ارائه شد گوش دادید. خب دوستان، ذهن برتر در وجود همه ما هست، فقط باید یاد بگیریم چجوری تقویتش کنیم، چجوری بهش گوش بدیم و این یعنی باور به خودتون و اینکه در سکوت و شک و تردید همچنان تصمیم بگیرید که به جلو حرکت بکنید. تو دنیای امروز شاید بزرگترین چالش ما این باشه که دوباره به خودمون ایمان بیاریم. از امروز تصمیم بگیرید که ذهنتون رو جوری تنظیم بکنید که روی موج ایمان، نه ترس. و یادتون باشه که باید خودتون رو باور داشته باشید تا بتونید از اون نقطه امن بیرون بیاید و همه چیز از خود شما شروع میشه. پس امروز تصمیم بگیرید که اون قدم اول رو بردارید و همونطور که فیروزه گفت از ما بپرسید که ما چجوری در واقع به این آرامش، به این ثبات ذهنی، به این در واقع این موفقیت هایی که در واقع شاید نمیتونستیم با سالها شاید در کارگاه های مختلف، در رشته های مختلف بهش برسیم، ولی تونستیم از زمانی که وارد این بیزنس آنلاین شدیم انقدر این ذهن برتر و این ذهن مثبت در ذهن ما شکل گرفت و جاشو محکم کرد که الان اینجا نشستیم و با اطمینان و اعتماد کامل داریم بهتون میگیم که این مسیر جواب میده، برای ما جواب داده، برای شما هم حتما جواب میده. قطعاً. تا لایو بعدیمون امیدوارم که با ایمان و آرامش و ذهن برترتون بدرخشید. مرسی، ممنونم فیروزه جان.